مامان جان، جانم. میشه بهمون یاد بدید این تله ها رو تو خونه تمیز کنی؟ بله، کارم رو انجام بدم. چشم. منتظرتم. پیش خودم گفتم قبل از اینکه مامان بیاد بهم یاد بده چجوری تله ها رو تمیز کنم، من تله های قدیمیمو از چیزی که هست کثیف‌ترش کنم. چجوری این کارو کردم؟ اول روغن مایع روش ریختم و مطمئن شدم که همشون روغن مایع بهشون برسه و با ریمل مشکی همه درزا رو سیاه کردم، یه جوری که کلی جرم بگیره. اینم از دستم. فقط ببینید که من چه بلایی سر این تله های مظلوم آوردم. مامان بهم گفت راه‌های مختلفی برای تمیز کردن تلاهات وجود داره، اما میخوام 3 روشی رو بهت یاد بدم که برای فالوورات آسان‌تر باشه و در دسترس همه هم باشه. یکی از این روش‌ها با سس گوجه فرنگیه. سس گوجه فرنگی رو روی تلهاتون میریزید و با یک فرچه اونها رو تمیز میکنید. اگر فرچه کوچیک‌تر و نرم‌تر مثل مسواک هم داشتید خیلی بهتره. سس گوجه فرنگی به خاطر حالت اسیدی که داره باعث میشه چربی‌ها و جرم‌های لابلای تله شما از بین بره. روش بعدی به کمک خمیر دندونه. اصلا مهم نیست که برند خمیر دندون شما چی باشه. از یه فرچه کمک بگیرین که خمیر دندون رو به تمام سطوح تلاتون برسونین و جرم‌ها و کثیفی‌ها رو از بین ببرید. خمیر دندون به خاطر حالت زبری که موادش داره باعث میشه که جرم‌های تله شما از بین بره. 10 دقیقه به هر دو روش فرصت میدیم که مواد داخل تله‌ها جرم‌ها رو از بین ببره. بریم سراغ روش سوم. روش سوم که از نظر من خیلی کارآمد بود و خیلی نتیجه خوبی داشت به وسیله سرکه و آب بود. دقیقاً به همین مقدار سرکه و آب رو با هم ترکیب میکنید و روی حرارت میذارین. در مرحله بعد تله ها رو به این مواد اضافه میکنیم. اینم از تله ها قبل از اینکه به جوش بیان. 5 دقیقه بهش فرصت میدیم که قشنگ توی سرکه بجوشه. در طول این 5 دقیقه هر زمان که احساس کردین تلاتون تمیز شده اونو از مواد خارج کنید. به به ببین چی شد، اما صبر کن هنوز تموم نشده. وقتی تله ها رو از مواد خارج کردیم با فرچه اونا رو هم تمیزش میکردیم. اینم از 3 روش ما: سس گوجه فرنگی، خمیر دندون و سرکه. حالا بریم برای آبکشی. از اونجایی که ما میخوایم مطمئن بشیم تله هامون کاملا تمیز شده، موقع آبکشی اونا رو مجددا فرچه میکشیم. تمیز کردن خمیر دندون نسبت به سس گوجه فرنگی یه مقداری سخت داره، اما با فرچه به راحتی انجام میشه. همه این موارد رو برای سرکه هم انجام بدید. بالاخره به لحظه حساس رسیدیم. ببینیم کدوم یکی از این شرکت کننده ها برنده این مسابقه میشن. طلاهای سرکه‌ای رو مشاهده میکنید، طلاهای خمیر دندونی و اینم طلاهای گوجه‌ای. داوری این مسابقه بر عهده شماست. شما به من بگید ببینم کدوم یکی از این شرکت کننده ها تونستن تله ها رو تمیزتر کنن. من خودم نظرم با سرکه است.